توی این پنتهاوس 950 متری یه سینمای اختصاصی هم هست. اینجا سالن پذیراییش فقط 300 متره. اون سمت هم بخش تیوی رومشه. تیوی رومش هم چرخشیه و تلویزیون از هر دو بخش میتونین تماشا کنین. بالکنش هم که فوق‌العاده است. 80 متر بالکن که یه چشمانداز زیبا از شهر تهران رو بهتون میده. که توی همین بالکن هم میتونید توی این وان جکوزی ریلکس کنید. آشپزخونه‌اش فول فرنیش از برند گگنو، اونم آخرین فیس و مدلشه. همه این سنگایی که میبینید اسلب ایتالیایی کار شده. 2 تا یخچال فریزر داره، اکسسوریا همشون کز بوهمر آلمانه و گراقالاتش هم بلوم اتریشه. شما فقط ببین سینک ظرفشویی چه ویو بی‌نظیر و دیدنی داره. فرو، ماکروفر و اسپرسو سازش هم اینجاست و یه مطبخ جداگونه هم داره. در کنار این آشپزخونه یه سالن بزرگه که لیوینگ روم یا داینینگ رومشه. اون سمتش هم یه سینمای اختصاصی هست که کل فضاش آکوستیک شده با صندلی‌های چرمی و راحت. اگه نوشیدنی سرد هم داشته باشین میتونین بذارین اینجا چون نوشیدنیتون رو سرد نگه می‌داره. همه دربای اینجا لایتنینگ داره که اگر در بسته باشه چراغش روشن میشه. اینجا هم یه سالن ورزش اختصاصی و سونای خشکشه. این خونه 5 تا اتاق مستر داره با ویو ابدی. کف سنگای خوشگل کار کردن با پارکت چرم کانادایی که اینجا رو خیلی خاص کرده. رویال مسترش جذاب‌ترین اتاق خوابشه. یک سمت پر از کمد دیواریه به تفکیک خانم و آقا. چشماندازش هم که خیره کننده است. از این خونه کل شهر تهران معلومه. سرویس بهداشتیش هم معمولی نیست. همه چیز دوبل کار شده. 2 تا فرنگی، 2 تا روشویی با یک ویو ابدی. شیرالاتش تیجی فرانسه با روکش آب طلاست. موزاییک‌های مورانو ایتالیایی این قسمت کار شده و وان جکوزی که کار کردن از برند ترسه ایتالیاست. این سمت خونه هم یه در دیگه است که برای سویتشه و اینجا هم اتاق مستخدم یا پرستاره. اینجا هم فضای سویت یا هوم آفیسشه. توی کامنت ها برامون بنویسید که از کدوم بخش بیشتر خوشتون اومده. همینطور میتونید مشاهات برج باغ هرمس رو توی پستای قبلی ما ببینید.